السلام ای ملت همت بلند، السلام ای دوستان ارجمند. با کلامی رودکی امروز ما مهمان این تالار دلپسند. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هموطنانی عزیز، مهمانان عالی قدر، حضور مبارک شما را در این محفل تاجیکانه گردخوان عادلانه خیر مقدم میگویم و چند لحظه ما و شما امکان داریم که فارغ از همه تشویش‌های زندگی با هم دیدار ببینیم، از حضور همدیگر حلاوت ببریم و زیر نوا و صدا و ترانه‌های گوشنواز و دلنواز و دلنشین هنرمندان محبوب تاجیکستان عزیز حسنی حیدر، عزت شریفی و زمیره فیضلی با هم لحظه خوشی کنیم. کدامتان نور دیده تاج سر. سخن دانسته گوی تا دوست را دشمن نگردانی، زی حرفی بی تحمل آشنا بیگانه میگردد. سخن را بر کسی گوی رسد بر قدر گفتارت، دلت را بر کسی بکشا که داند فی و رفتار. سنگم و گیاهی که در آن خاصیت هست از آدمی به که از آن منفیت نیست. سنگ و گیاهی که در آن خاصیت هست از آدمی به که از اون منفیت نیست. آدمی ای آدمی پیوند فریدایی، اگر در زمین آیا قدم دانسته میمانی مگر. هر قدر باشی تو دارا و غنی در این جهان، خاک من شاید زمین است تو نمیانی مگر. و گفتن امانت عزیزانم، از روز اول وارد شدن به شهر نیویورک فقط یک مهر محبت و یک رفاقت برادری انسانی را حس میکنم و شکر میکنم که همون انعنه و عرف و عادت تاجیکانه در اینجا هست و هر یکی شما استراحت با فراغت و طبع والده را خواهانم. سلامت باشید.
یار منی از نام میزنی دامن اشیار منی در هر شکان شار سر نصف پا از دور میزنی دامن یک یار دیگه هر شکان شار سر نصف پا از دور میزنی دامن یک یار دیگه خالو بستن و بلان چشم بستن و بلان آش برون نردون باندنی دستان دیدم جمال دوستان عزیز اینجا ما یک آزمون داریم و نفرانی که در این بخش حالی میآیند البته از سرپرستان این نمایش توفا میگیرم. شرط آزمون چنین است: 2 مصرع از سرود یکی از این 3 هنرمند زمزمه کردن: حسن حیدر، زمیرک فیضانی و عزت شریفی. خواهشمندان نفرانی که اشتراکی خواهشش را کردن دارد در نمایش به نزد ما بیاید. حسن حیدر یک سرود تجربه بارانی برای 80 سالگی شهر دوشنبه پخش کردن و 20 سال بعد دوشنبه ماه دوشنبه در ماه دوشه دوشنبه ماه دوشنبه یا قصد برای مایی ما یک سرودی دوست داشتم از آقای زمیره فیضانی اخوان و ترجمه کنم. یارت منم یاری جان یارت منم یاری جان یارت منم دلبر و دل دارم توی یاری وفا دارم توی دلبر و دل دارم توی یاری وفا دارم توی از تو جدا نمیشم من نه یارت منم یاری جان یارت منم روی خواهی نبایی هنیا بود یا خواهی کلمات میواستم مرحبا خان ما امروز میخوانیم یک سرود آنها را خاطر پودینه نام دارد. آی پودینه
کی هستن؟ برافو. اکوی دیلوار. السلام علیکم. خوش آمدن مردم ایتالیایی. خوش آمدن به امریکا، نیویورک سیتی. Welcome. یک سرود دوست داشته جوانی من است. یک سرود. آسینه تکیم خونده آفرین، یک حرفت. دوستان عزیز، اینک اعضای حکمان غالبان معین میکنند و آنها رو ما اینجا برای گرفتن تحفه هاشون دعوت میکنیم. غالبا کی هستن؟ کی جمشید؟ غالبا دستشون رفته تحفه هاشون هم میسپارند. مبارک شد. اخی مقدس. غالب دیگر کی هست؟ معلمه مکرمه قیوم آره کارشون یک حرفت. آقای میشگونه مبارک باشد. یک قصد به افتخار غالبانین بخش. غالبی آخران کی؟ صاحب این توفه کی؟ با آواز میمانه مژده، اکی سنجر، اکی دیلوور. مژده حالی با مدن یک حرفه به افتخار مژده. تشکر دوستان عزیز برای اشتراک فعالیتتان. واقعا هدف گرد آمدن به خاطر لحظه فراغت است. به خاطر این چند فرصتی هم باشد همه ما و شما فارغ از تمام مشکلات زندگی از دیداری هم حلاوت ببریم، از حضوری هم لذت ببریم و چند لحظه که با هم خوش باشیم. چون که هر یک لحظه که سپری می شود علاقه مال تاریخ است و هر نفس عزیز. در جهان دشمنان دوستان را گم مکن، در میان کجروان راستان را گم مکن. هر کجای پا نهی در پای تو سر می نهند، آشونان خورده آن آشیان را گم مکن. دوستان عزیز، اینک بازم زیر کفتگی های برنامه شما رو این صحنه حسن حیدر با گیتار تاریخیشان دعوت بکنیم. ایشان سروداشان را طریق نوازش گیتار و طور زنده پیشکش شما میکنم. واقعا این گیتار سرچشمه تولید تمام سرودهای استاد حسن حیدر هستند. واقعا یک چیز تاریخی هستند و از همه مهم ارزنده ترین چیز در حیات استاد حسن حیدر. یک قصد به افتخارشان. یک جایه با استاد سرود میخوانه. مرحبا. این از محفل که دوام دارد دکتر من در جانم که و اون محفل خوش میگذرد به قول خیام میتافره اون مرجب میگذرد دریا دمی که با تران میگذرد که حتما غنیمت آدم غنیمت آخر دیگر چی حاجت پند و نصیحت است.
من که با اصحاب مقدس خود صحنه برآمدم، اون ترانه‌ای که شما خواهش شنیدن داره، حالا شما میتونید خواهش بکنید این کمیله میخوانند. برای گفتن من اینجا نزد در کردن ایزد جان شریفی که خواه میخواهیم گفتن لازم است. اساسا وظیفه ما ترانه خوانی است، لیکن اگر به سخن در سخن جان نمیداشت مورد چرا خاموش است. نگوید که هدف از آمدن ما دیدن روی دستان است. دین میکشد پا میدود. من گفتم که من سر اول برای سبب آمدن من یکی از برادرای خیلی که در صحنه از همین سرشبیه محفل در بر ما هست نیامد جان از دوری میخوام یک قصه برای بکنه. همین برادر که من مرا از ایروپان از همون فرودگاه یعنی با برادران خود هر یک کسی گفتن در کار ما میدونیم که بسیار کسان ما حاضر میگیم لیکن در سیما و در دین من و در عقیده های فهمیش من هستن. اینجا برادرانی که در نزد با تشبث و با شرافتی دادرم نیمه جان من شما با جمشید جان که اینجا همین گفتی رستا که میتیور بگه چطور بسیار با ترشتا دوازی اقلسمیت یتیمی بردن با در قبط آنها نادر جان و عبدالرسول جان و عظمت جان کسانی که با من هستن خدا نگهبانش یک قسم برای برادر من میلش برای برای امه یکی مشکل آسان کن کسان را گم مکن. این در هوا گفتگی رسید در ایام حاضره حیات ما اونه که میخواهی که زندگیت خوش میدارد دوستان را گم مکن چون در جهان دشمنان دوستان را گم مکن در میان کنج روانی او راستان را گم مکن. رحمت جان بچه من میدونم که یک از پیش اقربای نزدیک در پنجگی با برادری من و دادر من بودیند و با تلفن با من گفتن از پنجگی که اونجا همین کلمتون در آخر در آشانه این کس ما دو ایفتار نشسته جان جرای من در عرفه حاضر یعنی ختم یک ماه مقدس رمضان اینقدر میلیون دعای کردن ریاش و پیر و زن و مرد و خرد و کلام یا الله همه همون نیتا همه همین دعا مستجاب گردد در پایین شما خار نخواهد فرا شما درد نبیند همیشه خوشحال و خوشرود و خوشبخت و خوش الهام باشه. سلامت داشته نه اون ترانه که شما داره من میدانم یکی بیچاره و تنها یکی رفت تشنه در صحرا یکی بی‌درد و بی‌پروا عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست این دنیا یکی چون ماهی روشن یکی به پول یکی علمست یکی به پول یکی به دست عجب دنیاست این دنیا یکی بیچاره و تنها یکی در تشنه و صحرا یکی بی‌درد و بی‌پروا عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست این دنیا یکی در قید زندان است یکی الماس شیطان است دلش لبریز حلال است عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست این دنیا یکی از بچه بزار است یکی از ناخن هزار است و یادش بچه بیمار است عجب دنیاست این دنیا یکی از پیش دیوانه میان مرد و مستانه
در صحرا که میبرد پروا عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست این دنیا با اجازه شما من این ترانه رو با یک موسیقی ارنجراف می‌خونم که همه یجا حواسشون یکی گل و یکی کان میکنن باز دست خود استاد ایوان زندان یکی دیر میکنن از اشتیار یکی چه دیگر جا میکنن باز استرام دیگر جا میکنن عزیز دلم و نوبهترین شخص دوشنبه جون دیگرم دوئت ما سه نفره بود ناهید حسن جان و آقای مقدس و اولین نمایش ما در بند جنوبی آمده بود من در همه روزه حسن جان در سفرهای هنری در تنهایی در مشکلی در همه شرایط کسی که اومده در هر کارو میکردم و خوبت بودیم و میکروفون نزدیکتر گیر عزیز دلم آمدی باز آمدن باید زیاد باشد من اینجا آمدن یادو خورید جبری تو از آن کشم که دوستم مرا یا دوست نکن یا دوست نکن یک از تشکیلاتچی اساسی در همین محفل زیبا که با شرافت اسراری پروداکشن ما و شما اینجا حضور داریم. دوستان عزیز، چنین هنرمندان را باید قدر کرد، به قدر زحمت‌هاشان باید رسید، چون که ببینید از آغاز کنسرت تا این لحظه استاد اسراریان روی پاچه راست هستند، در خدمت شما هستند. به خاطرشان یک کفی بلند. اینجا این رئیس اکسپرس سیحانه خان با همراه همسرشان اینجا یک تحفه دارند. فرصت برایشان میدیم تا که تحفه هاشون از سپارند. مرحمت. سلام علیکم دوستان عزیز. میخواستم آقا عقای نعمت‌الله
برادر عزیزم جمشید جانم با شدن این پروداکشنی خوب که اینها بسیار وقت نقشه کشیده بودن تبریک میکنم و شما برای کار میکنم. این باعثی فخری ما هست که در خود امریکا آمده تاجیکان ما به چنین کلاها رسیده‌اند و اگر ممکن باشد به صحنه آقای حسن حیدر، عزت شریفی و آقای زمیره بسیار دوستتون می‌دارم. خداتون می‌دونید چقدر باشید حرمت می‌کنید. در دور این یک چیز است که خور نمی‌شود، خشک نمی‌شود و همه وقت جوان می‌ایسته. این رو با خواهشی ها نکرد که همیشه جوان باشه، همیشه هم استرای خوبان باشه و همیشه هم در سلامت باشید. من شما را خیلی دوست می‌دارم چون که از آمدنم با شما گام خوردم، با همین سینا جان، با شما، با میجوانک جان، با مجدد جان، چون که شما بسیار دوستان صمیمیه، از اون خاطر تشکری زیاد. سلامت باشه. این گروه رو میخواستم به آقای عزیزم نعمت‌الله تیم برای کار به شما کجا همیشه درگیر کنم باشه، با صوتی‌های خود ما را خرسند کنید و با آواز خود ما را خرسند کنید. دائم سلامت باشه. سلامت باشه. این گروه با آقای عزت شریفی اون روز در فیسبوک آقای امید بسیار یک سرودتون درباره زندگی گوش کردم، بسیار پرمعنی بود. درباره زندگی زندگی رو چقدر باید به خود تاب کنید، چقدر باید در زندگی مردم باشید. بیچاره‌وار ناله مکن پیش زندگی، آن هیچ‌وقت روش افغان نمی‌رد. چون شخص سوار خیز و بزورش سوار شو، این اسبی مست تن به ضعیفان نمی‌رد. بیچاره‌وار ناله مکن پیش زندگی، آن هیچ‌وقت روش افغان نمی‌رد. چون شخص سوار خیز و بزورش سوار شو، این اسبی مست تن به ضعیفان نمی‌رد. آوازتون خسته نباشد. این گلدسته با آقای حسن حیدر است. از خردی پدر و مادرم میدونم من بسیار سنت آقای حسن حیدر را دوست میدارم، چون که من قریب همه شعرهای لایق شعرانی را از یاد میدونم و بسیار سنت آقای حسن حیدر از اشعار بسیار لایق شعرانی است، بسیار پرمعنی است. وقتی که پنجمی بود فقط با همون سرودهای شما ما در خانه بودیم، سرودهای پرمعنای شما روزهای خود را می‌گذراندیم. دائم سلامت باشه. ما را هم خیلی خرسند کرده، بسیار اکشن زیبا کرده. ما مسافران را خرسند کنند، خدای بیار شما خرسند کند. دائم سلامت باشه. آفرین، بهترین سخن. دیوطن هیچ داری دیگه کند یا دیوطن دیوطن موجود یا دیوطن بیوطن است. یگان کس چی در خودی برون از مالستان، چی در خودی داریستان، هم از در گریبان سر داردن میگه خانه آباد نام یکی تاجی زنده باد و تاج شورت بر سر تا آمد خانه ما سخنه هست که ما اهل سنت ایجاب میگیریم. این سخنهای فرشمند در خلق اگر ما نشنویم ما باید ما کار دیگر بگذاریم و از صحنه باید برون شویم. آن وقتی که طلب است از ایجادیات ما شکر از خودم تمام میکنم، رحمت کنم ما می‌ندارم. دوستان عزیز آماده هستید؟ ادامه میدیم. به خاطری خواهشی همه اون کسانی که انصر نمیشون اکرد میکردن ای سلام همه یا جمع میکنیم.
دو جای نباشد. زنده باد ملتی که هم خود زیبا است، هم تاریخ زیبا دارد، هم عرف و عادت انسان آدمی دارد، هم سردوست است و هم ادبیات و تاریخ بای خود را هیچ وقت هیچ کس از یاد نمیبرد و در تمام دنیا فرق از آن میکنی. تاجیک ما خدا نگهبان شما باشد. من توجه دارم به همون کسانی که متصلی شدن و کارمندان همین طرفان یک خلصه من بفهمیدم همینجا خود اینجا سربری جامدن من بگم که کسانی که توجه به سنت و فرهنگ و موسیقی دارن اونا علاقه آدمای خوب هستن. چه که در دنیا خواهیم نخواهیم چی گذشته است همه تانه داریم. من گفته نمیشنم لکه یک شویدم آدمای خوب بیشترن چون آدمای ناخوب. بنابراین اون کسانی که تمام دنیا در دست اونا هست، یعنی که در دست ما و شما. خدا نگهبان تا عزیزان دل به حد خرسندم از همین آخری. خدا تعالی همین دما را به قبل تو را پریشان نکند. با آینده با هم با خودی با ترانه‌ای نو نوی خدا را به شما پیشکش کنم. سلامت باشید. یک قصد به خاطر نواربرداران، تشکیل کنندگان، اتاری پروداکشن، تمام این نفراتی که در این محفل را برای ما شما تهران آمدند.